سلام لیزی جان. علیکم سلام احمد جان. لیزی جان با آسمان نگاه کن چقدر زیبا شده. احمد جان تا حالا فکر کردی که چرا ستاره ها اینقدر دور به نظر می رسن؟ انگار هرچی بیشتر بهشان نگاه میکنی بیشتر ازت فرار میکنن. شاید به این خاطر که اونا هم مثل رویاها هستند. هرچی بیشتر نزدیک میشی بیشتر میفهمی که دست نیافتنی هن. احمد جان بسیار تعجب کردم ولی فکر میکنم رویاهای دست یافتنی هن. فقط باید باور داشته باشیم و تلاش کنی. لیزی جان شاید حق با تو باشه اما بعضی وقتا ترس از شکست آدما را از تلاش کردن باز می‌دارد. دقیقا احمد جان، اما ما باید ترس را شکست بدیم تا به هدف خود برسیم. لیزی جان تو همیشه مثبت اندیش هستی. چطور این کارا میکنی؟ احمد جان چون میدانم هر شکست درس جدید و هر درس جدید من را به رویاهایم نزدیکتر میکنه. دقیقاً شاید من هم باید بیشتر به این چیزا فکر کنم لیزی جان. احمد جان پس بیا با هم به ستاره ها برسیم. من با هنرم و تو با علمت. قرار است دنیا را تغییر بدهیم. دوستای عزیز چینل ما را لایک، کامنت، سابسکرایب کنید تا بتانیم ویدیوهای جدید بسازیم. تا ویدیوهای بعدی به الله میسپارمتان.